شاهرخ 2 نوامبر سال 1965 در دهلی در اویلای پشتون تولد شده است. در اویلایشان یک اپا با نام شهناز دارد. پدر او تاج محمد خان ادوکات است که پیش از تقسیمات هندوستان از پشاور به دهلی کوچید. مادر او فاطمه زاده راولپیندی حالا پاکستان است. شاهرخ مکتب میانه را در دهلی و سپس سال 1988 دانشگاه دهلی را با اختصاص اقتصادچی ختم کرده است. پس از آن او در دانشگاه در ماجستراتور کمیونیکاسیون عمومی تحصیل کرد، اما کریر اکتیوری را افضلتر دانست. وی سال 1988 همچون اکتیور در تلویزیون برآمد نموده در یک چند سریال های تلویزیونی نقش آفریده است. پس از مرگ پدر و مادر در سال 1991 او به ممبئی کوچید. در همان سال 25 اکتبر شاهرخ با گاوری چیبر از یک خانواده هندوها ازدواج کرد. به گفته خود شاهرخ گرچند که او همچنان مسلمان است و اینچنین دین همسرش را قدر میکند. از این ازدواج 13 نوامبر سال 1997 پسرش آریان و 23 می سال 2000 دخترش سخن که نیز هر دو اعتقاد را پیروی میکنند به دنیا آمدند. 27 می سال 2013 شاهرخ و همسر او گاوری فرزند سیمی خود را به دنیا آوردند. به پسر ابرام نام گذاشتند. شاهرخ پس از کوچیدن به ممبئی از دهلی تصمیم گرفت که در فیلم ها نقش بازد. اولین فیلمی که او به امضا رساند رقاص کبیر حلفه برای بهترین اکتور داده شد. خود همان سال فیلم موسم عشق به نمایش برآمد که در آن او نقش یک نوازنده عاشق را می‌بازید که به گفته او نقش دوست داشته او شده است. شاهرخ جایزه دوم فیلمفیر را برای نقشش در فیلم عروس نامحرم در سال 1995 به دست آورد. این فیلم در تئاترها 12 میلیون روپیه کار کرده به یک از بهترین فیلم‌ها در تاریخ کینوی هندوستان تبدیل یافت. در سال 1996 همه 4 فیلم با اشتراک او در فروش ناکام شدند، اما در سال 1997 او تصمیم گرفت وضع را هنگام برآوردن فیلم دل دیوانه که قهرمان او کارگردان تئاتر است اصلاح کند. سال 1999 تنها یک فیلم با اشتراک او به نمایش برآمد، بادشاه، که در آن با توینک خانی بازی کرده است، اما در فروش فیلم مذکور موفقیت به دست نآمده است. سال 2000 شاهرخ همراه با جویی چاولا و شوهر او جای میخت شرکت کینوی دریمز لیمیتد را تأسیس داد. اولین فیلمی که آنها به حیث استحصال کننده برآوردند دلهای دیوانه بود که در آن نقش‌های مخبران را بازی می‌کردند. خود همان سال فیلم دوزبانه کمال حسن نفس زمان به نمایش برآمد که در آن نقش باستانشناس امجد خان را اجرا کرده است. این یگانه کاری خان در کینوی هندوستان جنوبی بود. پس از یک سال دو فیلم او در غم و شادی و امپراتور نام دیگرش اشوکا که در آن نقش امپراتور اشوکا را اجرا کرده است به نمایش برآمد. فیلم در جشنواره ونیزیا در کینوفستیوال تورنتو بهترین دانسته شد. در سال 2010 فیلم کرن جوهر نام من خان به نمایش برآمد. فیلم را تشکیلات ملیت‌گرای هندوها شیوسینا شدیداً تنقید کرد که اعضای آن شورش برداشتند و هنگام نمایش پیشکی فیلم در ممبئی بازداشت شدند. فیلم درباره سفر یک مرد مسلمانی بود که پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 از بیماری سیندروم اسپرگر در ایالات متحده آمریکا اذیت می‌کشید نقل می‌کند. در این فیلم شاهرخ خان باز با گرفتن جایزه فیلمفیر در کاتگوری اکتور بهترین دست یافت و شماره جایزه‌هایش با ریکاردمن این جایزه دیلیپ کومار برابر شد. سال 2002 فیلمی در حالی که من زنده هستم به بازار برآمد که این اولین فیلم در کریر شاهرخ خان بود که در آن یک زن سراینده را بوسید و اینچنین دوم که در آن او با انوشکا شرما و یکم با کاترینا کیف بازی کرده است. فیلم موفقیت تجارتی به دست آورد. در سال 2013 او در مسابقه چینی اکسپرس نقش آفرید که این دومین فیلم است که با دیپیکا پادوکون نقش آفریده است. فیلم موفقیت تجارتی به دست آورد و در طول 4 ماه مقام بهترین فیلم بالیوود را داشت. پیش از برآمدن بایکرسی سال 2014 فیلم سال نو مبارک به بازار برآمد که در آن نقش مبارز بدون قاعده را بازیده است. فیلم نیز مثل یک فیلم قبلی موفقیت تجارتی کسب کرد. سال 2017 فیلم رئیس به نمایش برآمد که در آن نقش قاچاقبری را به بندیستان تبدیل داده است. فیلم موفقیت تجارتی به دست آورد و اولین فیلم او شد که در پاکستان منع کرده شده است. خود همان سال در فیلم دیگری وقتی که گری با سیجل و میخورد او دوباره در یک جایگاه با انوشکا شرما در اکران پیدا شد. در آخر سال 2018 فیلم نول به نمایش برآمد که در آن او یک کارلیک بازی میکند که به عشق هنرپیشه میزده و عالم
гирифтори фалаҷи мағзи сар меафтад. бо сабаби намоиши ин филм шоҳруххон муваққатан нақшофариро дар филмҳо то моҳи ноябри соли 2020 қатъ кард, вақте ки аввалин аксҳо аз сабти филм ба унвони тахминии падхан дар интернет паҳн шуданд. то ҳол дар бораи ин филм маълумоти дақиқе ба даст нарасидааст.